دخترم اینک شما بهانه درس کردید، دیگر کلینو دیدی زحمت کارشونه. این چادر گلدوزی 2 تا دختر. اول خاله ظریفه خط کشید، نقاشی کرد، با تمام رنگ و بار هر دیش رو تمام کردید. مرحمت دخترم ببین چقدر زحمت در این صرف شده است. تاجیکستان سه رنگ ما اثبات آن است که نفرانی که تصویر میکنن در هر یک نقش و نگار همه رنگ های تاجیکستان بازگویی می شود. مثلا ببین گل های صد برگ، سرسبزی کشور، رنگ و نموی دیگر بخشیده است. چون بهار شده است دیگر کلینا به فکر سومنک باشند. بله هستند. اکنون که گرم هست ما تمامی کورپچه های خانه رو برآورده بعدن گندم رو برای سومنک تازه میکنیم. خب دیگر دخترها گفته بودن که اسمه هم شده است الکی در حولی. بله اسمان هم میکنیم. باز او شرافت گفت تخم میپزن، بچه ها گلگردانی میکنن. تخم شما پختید؟ خب ببینید که کودک ها وقتی می آیند میگویند که نسیم گلگردانی یکی از خصوصیت های خوبی که از اجدادان به ما باقی مانده است و وقتی کودک با دید خوش برمیگردد همان سال فراوانی می شود. حتما یگان شیرینی هم آماده کنید که وقتی کودک ها گل آوردن دستی خالی از خانه نروند. بله بله تیار میکنیم حتما. خب امروز که آفتاب است همگی اول جای پاک، جامعه پاک، اول خانه را پاکیزگی میکنیم چون نوروز در پیش است و مهمان ها شاید زیاد می آیند. مرحمت از پی کار میشه. بیبی جان چکنی من دختر تمام کرد دست دوزنده. کنی بچم یک بار پشت من بینم میزه گل را خودت انتخاب کردی؟ بله بیبی جان. کنی یک بار پشت من بینم. ای بچم در روزای نیک پوشی. به دیگر دوستان نیست توصیه ده، دوزنده خوب بود است، مهارتش عالی است. بگذار در روزهای خوش پوشید بچم. امروز همراه ینگه‌هایت همراه شو زیرا خانه تکانی و کورپچه براران است. آمادگی به جشن نوروز میگیره. آب شده است بیبی جان. مایلش. آمدن بهار در این دهه نیز مردم از تازه و آزاده کردن خانه ها، سفید کردن دیوارها، آباد نمودن کوچه و حولی ها و آراستن دسترخوان نوروزی آغاز می نمایند. این همه نشانه اول جشن باستانی نوروز و رمز پاکی و نوسازی زندگی به شمار می رود.